سلام به دوستان گل خودم. سلام آقا، ما اومدیم توی این ویدیو داخل بتل. یکم لگ دارم ببخشید. خب داخل بتل حالا تکی بریم چی کار میکنیم. نمیدونم، ساعتم 1:30 بچه بلک نریم. خب چون بریم جان فدا میشه. خب آقا تو رو خدا صاحب کنیم تا به 50 تا بشیم. نه 50K، 50 تا بشیم ما میریم اینجا. اوکی، چون اونجا خیلی لوتش خوبه، پول زیاد میگیریم. میتونم برم یه دراپگان بگیرم، بعد یه چیز بکشم، ولی بعد باید بریم بالای سر انمی. خب آقا داشتم میگفتم لطفاً ساب کنین. خب ما الان 43 تاییم. خب یکم ساب کنین تا زیاد بشیم 50 تا واسه تون. شب بیایم لایو بذاریم و بیایم باهاتون بازی. حالا یا آتش بذاریم یا چیزی. داداش آقا کسی نیومد. آقا در مورد اینجا یه چیزی بگم. من از اینجا خیلی راضیم، چون نگاه کن الان 117 HDR کاری ندارم. خب ولی خیلی لوتش خوبه اینجا. واسه من خیلی لوتش خوبه. حالا نمیدونم واسه شما شاید بگین لوتش خوب نیست، ولی من اینجا رو خیلی دوست دارم چون خیلی لوتش خوبه. الان نگاه کن اینجا خیلی لوتو خوبی پیدا کردیم. من که ازش خیلی راضیم. تا الان که خیلی راضیم. بریم حالا ببینیم چه کار میکنیم. یکم اینجا اومده، نمیدونم افتاد چی. آها نیافتاد. خوک یکم اومده اینجا، بریم یه راش بدیم. سب کنیم یه لوت کنیم. خب اوه دیل میگیریم. دیل چیار؟ دیل. آقا ببخشید. لیتس گو. بیوای داره. بیوای جایی چی برداریم بچه ها؟ 117 معذرت میخوام، خیلی معذرت. ولی خب هیچ چاره ای ندارم. آقا الان لابی نشیم چون زشت واقعا. همین الان چند دقیقه است دارم ریکورد میکنم، 1-2-3 دقیقه است. همین اول به بچه نگاه کنه الان 3 تا تیر اومده. میتونم یکی بزنمش. آقا بیا حاجی، الان شانس ما رو نگاه کن. کجاست؟ پروه. سب کن. آقا بچه داداش میخوام راش بدم، بزنمش نزنمش. حاجی یه کاری کنیم آقا بچه. این الان اگه اینجا نیست پلیرم هست 100%. خب یه بار رفت حاجی این مچ. خب بچه یه چیز من نصیحت، از من به شما نصیحت، اگه بخوایم ویدیو بگیریم بذاریم خواهشن شب نذاریم به خدا. یعنی نرفتی مردینو. حالا من بهتون دارم میگم. بیا الان انمیه ها، نه بات نه چیزی. باته بابا، بخور دیگه. الان صدا پامو یعنی صدا تیرمو شنیدن الان میان. آقا داشتم میگفتم خلاصه جان فدا میشیم هر جا بریم. شب یه جان فدا شدیم دیگه. خدا حاجی نگید بده. لود نشد حاجی، ببخشید بچه. یکم این کفه خب نمیدونم پینگم یا بالاست یا. آقا من الان اینجا نمیتونم دراپ گن بکشم چون الان یه نمیست. کجا بریم؟ آی سب کن ماشین بگیریم.
بریم فرم یه راش بدیم. بعد درابگان میکشیم. حالا صبر کن درابگان خودش بیافته. بریم یه فرم یه راش بدیم یکم. چاپر اونجا آجی فقط یه چیزیه، خدا کنه این انمیان نیان مثلا با هم یار بشن بیان بریزن سرمون. آجی این هم بده ها. وای مثلا یعنی یه اسکواد کامل شدن 4x4 میریزن سرمون دیگه. بریم فرم حالا یه راش میدیم دیگه، یا میمیریم یا میزنیم، یا مرگ یا زندگی. نگاه زلات داره طرف. بیوایش نمیدونم چیه، بیوایه یا اچس که نه. حالا بلش کن. زلات رو ما نتونستیم بگیریم از گردون. واو الان شما داری به من میگی مثلا تو بروکنی که مثلا بیوای و دیگل برمیداری میخوای بری با این نمیفایده داداش. عرضم به حضورتون من باتم نمیتونم بزنم. بچه شوخی کردم. حالا ببینیم چی کار کنم. من اسمارس حاجی بگیرم. وای حاجی من فقط دنبال اسمارسم. اسمارس و بیوای حاجی یک کورایی میکنه اصلا نگفتنی. وای فشاری میکنه ولی خیلی حال میده. واسه حفاظت از خودت خیلی خوبه. دنبال چی هم؟ هیچی بیاد. حاجی میترسم اینجا. بچه اینجا لولو خورک داره. نگاه کن اینجا یه هیولا داره. حاجی من اومدم بچه بترسونم تو این ویدیو. چون بهترین چیزه. نگاه اصلا کیفیت حال میکنی. نگاه کن خدا و وکیلی کیفیتو. اصلا چجوری شده. اینم از وضع کیفیت ما. حالا برش زوم بیا ببینیم کجا باید بریم. وای حاجی من تو این ویدیو فقط کمپ میکنم حاجی، نمیتونم بزنم. یه مش من چرا 117 رو انداختم؟ دیلم مینداختم بیوای 117. حالا نمیدونم سب کن ببینیم. آقا تو رو خدا لایک و ساب کنین، فقط ساب کنه حاجی. من 50 تا بشیم بتونم واسه تون هر شب لایو بذارم. خواهشن هر سوالی هم که خواستین بهتون جواب میدم. ولی مثلا حالا اگه بخواین الان هم یه سوال جواب میدم. حالا نمیدونم بعضیاتون شاید بپرسین بعضیاتون هم شاید نپرسین. الان مثلا سوالتون من دارم چند انگشتی بازی میکنم. دارم 6 انگشتی بازی میکنم آقا. 6 انگشتی آره. حالا بقیه سوالا رو میذارم داخل لایو. 50 تا ساب برسونی تا داخل لایو بهتون بگم. آقا من الان کمپ میکنم. به خود جرئت نمیکنم برم. سلام. اوی یه شات بخور. هم دوم شات. وای الان باید آف بزنی آخه تو. خب آقا من که خیلی استرس دارم حاجی. خیلی وحشتناکه بچه. ساعت 1:00 شبه. من اگه مولد در بزنم مامانم بیاد بدم پای میزندمش. بچه ها شوخی کردم. من دو این ویدیو همش دارم حرف علکی میزنم. نه اونایی که گفتم لایک و اینا بزنین نه اونا بزنید تا واسه تون لایو بذارم. چون با 50 تا ساب بشیم تا لایو بذارم. خب ببینیم چیکار میتونیم کنیم.
ما که همینجوری داریم میچرخیم واسه خودم، جرئت نمیکنم برم حالا ببینیم چی میشه که ببینم میتونم از این فاصله ببینم میتونم کسی چوپه رو برداشته. بریم دیراب. حاجی دیراب الان رفتن یارکشی کردن، لشکرکشی کردن، انمیا با انمیا رفیق شدن، الان میریزن سرمون، بدبخت میشیم. نگاه وای حاجی چه وانشاتی شد، بدبخت. لگو نگاه کن خدا وکیلی. حاجی نمیدونم چرا خب وقتی من هر موقع یا انمی خب یه دونه انمی یا جلوم یه لگ وحشتناکی میشم که خدا میدونه. بریم کجا حاجی؟ نمیدونم کجا بریم. حالا همین فرم میمونیم. خب اصلا نمیشه جایی رفت جوری که این انمی ها اصلا میزنن، اصلا به خودشون هم رحم نمی کنن، اصلا عقل ندارن، میزنن دادا 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 میرن حاجی، اصلا رحم نمی کنن. خب آقا بچه ببخشید یکم تایم ویدیو زیاد داره میشه چون واقعا نمیخوام ببازم و خلاصه میخوام واسه تون داداش چاپر جان مادرت ولمون کن داداش، گوش کن. ما الان با هم تیم اپ میکنیم. خب وای حاجی این انمیه نمیشه کاری کرد. یا اول فرض حاجی یا راش میدی بیا میزنی یا مرگ یا زندگی. آقا من زندگی رو دوست دارم. من داداشان گل داره به خدا ولم کنید، من یه باتم. حاجی خلاصه من باید کمپ کنم تا بتونم بچه وین کنم و یعنی هیچ جوره نمیشه. وای حاجی با این رانندگی رو ول کن، ماشینو ول کن برو فقط. چلو 4 کا پول دارم هیچی نگرفتم. ما که میریم تو کمپ میدونم، ولی خب چاره ای ندارم واسه تون مچو وین کنم. روشم بدم حاجی انمی ها. خب من میدونم به خدا یه بار رفتم با یکی از رفیقام داخل مت، خب گذاشتم 2 نفری، یعنی همه اسکوادا 2 نفرن نه 4 نفره. خب آقا ما این کار انجام دادیم، بعد رفتیم حاجی دیدیم یه چاپر داره میاد، بعد دیدیم چاپر داره میاد حاجی، چاپره که اومد یارم هم اینا اومدن حاجی با گان یه جوری این ماشین ما رو داغون کردن دیگه، ما فرار کردیم. خب بعد حاجی دیدم گفتم یا اول فرض حاجی اینا چرا تیم اپ دارن میکنن، چورتایی ریختن سرمون، من الان چیکار کنم؟ گفتم آقا بیاین بچه با هم تیم اپ کنیم فلان اینا. دادا نزن یه لحظه بشه. وای آجی بچه باختیم 18 هم شدیم از 100. مرسی تا اینجا ویدیو با من همراه بودیم، مرسی خیلی ممنونم. و نمیدونم چرا طرف نه دمیج خورد نه وانشاتی شد نه چیزی. رفتم یه لحظه اینو بزنم ببینم، نه داداش حواسم نبود، فکر کردم ویدیومو میگه. آقا خلاصه ما که باختیم، حالا اشکال نداره. مرسی تا اینجا ویدیو با من بودین، ممنون میشم. فقط سابو بزنید تا 50 تا ساب بشیم، واسهتون لایو بذارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.